در حالت بسیار وزنین و بدنهای خیلی لاغر و از طرف زندانبانان اسرائیلی زیاد شکنجه شدن محبوسان فلسطینی، روز 28 اپریل سال 2025 11 محبوس فلسطینی از نوار غزه آزاد کرده شدند. در یک گزارش مشترک کمیته کار با بازداشت شده ها و سازمان جمعیت محبوسان فلسطین گفته شده است که سخنان سابق محبوسان نشان می‌دهند که مقامات اشغالگر اسرائیل با آنها بسیار بی‌رحمانه رفتار کردند. آنها محبوسان را از حق انسانی محروم می‌کنند و آنها را زیر فشار روانی، تجاوز و حمله‌های جنسی قرار می‌دهند. و گفته جمعیت محبوسان فلسطین، مأموران زندانهای اسرائیل قصداً محبوسان بیمار را بین زندانها و مرکزهای نگهداری می‌گذرانند تا با این راه بیماری‌های گذرنده زیادی را بین آنها پهن کنند. یک سازمان حامی حقوق در یک بیانیه گفت که چنین کارها باعث بدتر شدن سلامتی محبوسان شده است. هزار محبوس به بیماری قطور گرفتار شدند که در ماه‌های اخیر یکی از سبب‌های اساسی مرگ آنها شده است. محبوسان گفتند که مقامات قصداً کسانی را که بیماری سرایتی داشتند و هنوز تشخیص دقیق نداشتند از زندان مگیدو به زندان نگب فرستادند. این باعث سرایت یافتن دیگران در زندان نگب شده است. محبوسان زندان نگب نشانه‌هایی مثل درد سخت شکم، قی پیوسته و ضعف سخت را نشان دادند. این همه در برابر رنج از بیماری قطور جان آنها را به خطر می‌اندازد. با گفته جمعیت محبوسان فلسطین، تا اول ماه اپریل در زندانها و مرکزهای نگهداری اسرائیل زیاده از 9900 فلسطینی نگاه داشته می شوند. از آنها 3498 نفرشان بازداشت شده های مأموری هستند که به یگان عیب یا محاکمه در بازداشتند. همچنین نه کمتر از 400 کودک و 27 زن محبوس در زندانهای اسرائیل هستند. سازمانهای حامی حقوق فلسطین مرگ 63 محبوس را در زندانهای اسرائیل از آغاز جنگ غزه ثبت کردند که سبب آن شکنجه و بی‌اهمیتی طبی بوده است.